بیا این نوشیدنی سه رنگ رو به یاد بدم تو خونه بزنی. مراحل زدن این نوشیدنی خیلی ساده است. اول یه مقدار هندونه آماده میکنیم. داخل پارچه بلندر یا میکسر هر کدوم که خونه داشتیم 100 گرم هندونه و یخ رو آماده میذاریم. لیوانی که میخواین سرو کنیم رو تا 2/3 با آب مرکبات یا پرتقال پر میکنیم و 20 سی سی سیرپ بلو کاراسائو رو یه مقدار با ارتفاع بریزید. هندونه و یخی که از قبل آماده کردیم رو میکس میکنیم با هم دیگه. این نقطه بسیار حساسیه، چون تنها جایی که یه مقدار دقت میخواد همین جاه. به وسیله یه قاشق شربت خوری یا چای خوری آب هندونه رو آروم رو سطح آب پرتقال میریزیم. یه نکته جالبی که این نوشیدنی داره اینه که نی رو هر جایی که بذاری همون مزه رو میگیری. یعنی اگر توی قسمت قرمز بذاری آب هندونه میگیری، توی قسمت زرد بخوری آب پرتقال یا آب مرکبات میگیری و قسمت پایین میگیری طعم بلوبری.